تئاتر آینه زندگی است که در آن تمام پهلوهای حیات عکس می‌یابند. اولین تئاتر در جمهوری تاجیکستان تئاتر دولتی اکادمی تاجیک با نام ابوقاسم لاهوتی که روز 7 نوامبر سال 1929 تأسیس یافته است. در پایتخت جمهوری تاجیکستان همگی 7 تئاتر کار و فعالیت می کند و اینچنین روز 7 نوامبر را روز تئاتر تاجیک اعلام نمودند. امروز که روز 7 نوامبر سال 2021 است، بخشیده به روز تئاتر تاجیک در کالج فرهنگ جمهوریوی به نام پرتاب بویداکو امروز را جشن گرفته می شود. دانشجویان این مؤسسه بخشیده به روز تئاتر صحنه‌های مسحک‌روی و تربیوی آماده نمودند. می‌خواهند که آن را پیشکش بینندگان نمایند. این بود معلومات مختصر درباره روز تئاتر تاجیک. خبرنگار فریدون شریفو.